سلام دوستان، فرخ هستم از سایت ابراهیمی نژاد دات کام. همونطور که بهتون گفتم این آقای میشل این زبان برنامه‌نویسی اسکرچ رو اختراع کرده و ظاهرش به این شکل هست. بریم این جلسه بازی 1000 تو رو با هم دیگه بسازیم. این دوره رو میتونید از سایت ابراهیمی نژاد دات کام بگیرید و من فقط از سایت ابراهیمی نژاد دات کام این دوره رو عرضه میکنم و راضی نیستم اگر کسی از به هر شکل دیگه این دوره رو استفاده کنیم. بسیار خوب، میخوایم این جلسه یاد بگیریم چجوری 1000 تو درست کنیم. من اینجا نوشتم ماز گیم بک‌گراند، شما میتونید هر چیز دیگه بنویسید. میخوایم عکس بک‌گراند 1000 تو برامون بیاد، میتونید بنویسید پس زمینه بازی 1000 تو مثلا. میبینید که تعداد خیلی زیادی براتون داد. بازی 1000 تو من اومدم مثلا از اینجا از این عکس خوشم اومد، سیوش کردم و میخوام از همین استفاده کنم. از هر جایی میخوام دید داشته باشید که میتونید استفاده کنید از عکسی که میخواید. من از این 1000 تو خوشم اومد. خب میایم اینجا توی سایت دانشگاه MIT، میریم توی scratch.mit.edu و چون جلسه پیش یادتونم چطوری فارسی کنید، فارسی شده سایت، حتما ثبت نام کردید تا الان و فارسی کردید و پروژه قبل رو انجام دادید. خب بسازید رو میزنیم که کرییت میشه توی حالت انگلیسیش و صبر میکنیم تا این صفحه برامون بیاد. و اول کاری که میکنم میام اینجا اینو میزنم، بارگذاری رو میزنم و این هم مازی که دیدیم رو با هم دیگه میارم اینجا. اسمش رو عوض میکنم، هم ماز میذارم و اسم اینم عوض میکنم، میذارم گربه، کت. خب اول که ابعاد این رو یکم درستش میکنیم. میگیم که اول وقتی که دکمه کنترل میریم تو رویدادها، میگیم که وقتی که بازی شروع شد اول که حرکت کنه بره به نقطه 0 و 0، یعنی این هر جا بود وسط بیفته. خب 0 و 0 یادتونه که گفتم x و y داره اینجا و این 0 و 0 وسطش. خب اینو بزنیم. خب درست شد. حالا هر جا باشه وسط میفته. ابعادش هم میتونیم اینجا مثلا بهش بگیم به جای 100% باشه مثلا 190%. خوبه تقریبا همین بود. حالا این 100% هم که هست که سعی میکنیم کمتر از اون استفاده کنیم. میایم اینجا گردیم دنبال تغییر اندازه، اینو پیداش کنیم میذاریمش اینجا بشه 190. خب بیایم اینجا ابعادش درست شد. ابعاد این گربه‌مون هم باید درست کنیم. گربه‌مون خیلی بزرگه برای این 1000 تو. فکر کنم مثلا 20% این باشه خوبه، حتی 15% چون خوب رد نمیشه. مثلا 10%. خیلی خوب. خیلی کوچولوه، نمیدونم خوب میبینید یا نه. این اینجاست. خیلی خوب. حالا یه گنجی یه چیزی هم اینجا میذاریم، CB چیزی. میتونیم تو اینترنت جستجو کنیم، میتونیم هم از اینجا برداریم. از اینجا برمیدارم. این سیبه رو میام میذارم اینجا که خارج شد برسه. خب
ابعاد اینم کوچیک میکنیم. میتونیم از همون روش قبلی استفاده کنیم. میتونیم من اینجا اینو بزنیم مثلا 20%. خوبه. من دارم سعی میکنم هر دوی اینها رو به شما یاد بدم. و اینم الان اومد. پاکش میکنیم. خب میگیم بازی که شروع شد گربه بگه که یه چیز بگه. مثلا یه همچین چیز رو بزنیم. الان میگه سلام سیب رو پیدا کن. این هم داره. بسیار. حالا به این گربه باید حرکت بدیم. میگیم زمانی که این خورد اگر که چون من این بار دیگه حالا اگر و اینا رو بلدیم دیگه. میگیم زمانی که بالا زده شد چیکار کنم؟ ایگرگ 10 تا بهش اضافه شد. یعنی اینجا الان بالا رو دارم میزنم میره بالا. یادمونه قبلا میگفتیم اگر نمیدونم یه حلقه میذاشتیم. اون موقع من میخواستم شما اگر و اینا رو یاد بگیرید. الان دیگه بلدید دیگه. خیلی ساده تر از همین میتونیم استفاده. خب حالا میگیم که الان بالا میره. یه دونه تکثیر ازش میکنم. میگیم اگر پایین رو زد منهای 10 تا یعنی بیا پایین. منهای 10. الان پایینم میزنم میاد پایین. بالا رو میزنم بالا پایین. چپ و راست هنوز کار نمیکنه. خب میریم اینجا میگیم اگر چپ رو زد ایگرگ دیگه نه. این دفعه ایکس بعد چون میره چپ منفی بعد بشه. منهای 10 تا. یادتونه دیگه سمت این محور مختصات توی درسای قبل اگر نگاه کنید یادتونه سمت چپ به سمت منفی باید بره. حالا میگیم اگر راست رو زد کلیدای جهت روی کیبورد این دفعه 10 تا به سمت مثبت حرکت کنه. راست پایین چپ بالا ترکیبشون هم که با هم میره. خب همین با ایف هم میتونستیم ایجاد کنیم که توی درس قبل یاد گرفتیم که به چه صورت هستش. خب این البته خیلی ساده شد چون از روی دیوارا راحت میشه. اینجوری که ما نمیخوایم. قطعا ما میریم اینجا. اینم نمیخوایم اینجا باشه دیگه. میخوایم همیشه از اینجا شروع بشه. یعنی میشه که حرکت بدیم الان ایکس و وایش تغییر میکنه. منهای 170 و 160. خب میگیم که برو به 160 و منهای 170 که الان چون تو اینجا هست این رو خود به خود میاد. پس اگر اینجا هم باشه ما اینو بزنیم
خود به خود به اینجا میاد. اول چون اونو گفت بذار این بیاد بالاتر بعد اینو بگیم. ما الان این رو جا به جاش میکنیم ببریمش یه جایی. حالا شروع میکنیم بازی رو. آها درست شد. خب لطفا تا اینجا رو بسازید بچه ها تا با هم دیگه پیش بریم. باید یه همچین صفحه ای رو ایجاد کنید. خب بچه ها امیدوارم اینو ساخته باشید که حتما باید ساخته باشید تا بتونیم ادامه دوره رو با هم پیش بریم. خب ما دیدیم یه مشکلی خوردیم، اونم اینه که وقتی که این گربه ما حرکت میکنه میخوره از روی دیوارا رد میشه. خب ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. میگیم اگر تشخیص دادی، یعنی خورد به این مازه، اسم این مازه دیگه، این لبه های به این دیوارها خورد، اگر تشخیص دادی که خوردی به این مازه چه اتفاقی بیفته؟ مثلا الان میگیم ایگرگ 10 تا بهش اضافه شد. خب اینجا تو حرکت میگیم ایگرگ 10 تا ازش کم شه، یعنی برگرده سر جای اصلیش، از اون جایی که 10 تا پری میخواد بپره جلو دیگه. چون سریع این اتفاق میفته. ببین الان من میرم بالا، الان دارم بالا رو میزنم ولی بالا نمیره هر چقدر که میزنم. خب برای بقیه هم میگیم همین کارو میکنیم دیگه. اگر رو کپی میکنم میارم اینجا میندازم. اینجا میگه که به پایین رفت 10 تا ازش منها بشه. خب 10 تا بهش اضافه بشه به ایگرگمون. اگر به ماز خورد 10 تا بهش اضافه شه. مثلا من اینو میذارم اینجا، ببینید بالا میره پایینم میاد ولی اینجا گیر میکنه. چرا؟ چون زیرش یه دونه نمیتونه الان بره پایین. اینجا گیر کرد دوباره چون دیوار زیرش. بالا هم خب چپ و راستش هم باید درست کنیم. میگه که تکثیرش میکنیم اگر خوردی به ماز، خب یه جهت راست 10 تا به ایکس اضافه شه. خب این بار میگیم 10 تا کم شه. خب اینجا ایگرگ اشتباهه، اینو برمیداریم میذاریمش اینجا، پاکش میکنیم، میایم ایکس رو پیدا میکنیم 10 تا اضافه شه، حالا 10 تا کم شه برگرده سر جاش. خب الان راست به دیوار بخوره دیگه نمیتونه بره. ببینید الان نمیتونه به راست بره. الان دارم راست رو میزنم ولی نمیتونه بره. بسیار خوب. میایم یه کپی دیگه هم میگیریم از این، میذاریمش اینجا که اگر خوردی به ماز چپ و زده بود 10 تا باید کم بشه از ایگرگمون، از ایکسمون ببخشید. خب حرکت کن، حالا 10 تا بهش اضافه کن چون 10 تا رفته عقب، حالا 10 تا میاد جلو. الان تمام جهت ها رو باید چپ نمیره، راست نمیره، پایین گیر میکنه به دیوار، بالا هم به دیوار گیر میکنه. بسیار خوب. چپ رو امتحان میکنیم گیر میکنه به دیوار، راست رو امتحان میکنیم به دیوار گیر میکنه، پایین گیر میکنه به دیوار، بالا هم به دیوار گیر میکنه. حالا شاید 10 تا زیاد باشه، مثلا میتونیم تعداد قدم ها رو 5 کنیم، 5 و منهای 5. منهای 50 اشتباه کردم. منهای 5 منهای 5 این چند بود؟ چپ بله و 5. خب ببینیم الان چجوری حرکت میکنه.
یکم فکر میکنم روونتر شد حرکتش. اینا سلیقه است، هر جایی که دوست داشتید اینا رو ایجاد کنید. اینها را من میکنم منهای 5 و 5 که کم خیلی پرشاش زیاد نباشه، 5 و منهای 5. شما هر جور دوست دارید بذارید، اصلا یکی یکی بذارید. خب بسیار خوب، کلا خارج شد. بسیار عالی. لطفا تا اینجا رو بسازید و دوباره با هم پیش بریم. خب دوستان، میریم که بازیمون رو کامل تر کنیم. این وقتی به این سیبه میخوره باید یه اتفاقی بیفته دیگه. یعنی از این گوشه میریم که ببینیم. میخوام وقتی که به این سیبه میرسه و میخوره مثلا یک اتفاقی بیفته، بره مرحله بعد، یه چیزی پخش بشه و اینها. اولین کاری که میکنیم میایم میگیم که برای همیشه اگر خورد به این سیبه اگه مثلا اپل و اینا براتون سخته میتونید اسمشو فارسی اصلا بزنید. برمیگردیم. اگه خورد به این سیب چیکار کنه؟ اول که یک پیام پخش کنه، بعد یه صدا پخش کنه، همین میوه خوبه، و بعدا بره این رو عوض کنه. برای اینکه این عوض بشه باید یه چیز برادکست بفرستیم، یک پخش سراسری پیام بهش میگن. میایم اینجا اینو میزنیم، میگیم پیام بده به همه که رفتیم مرحله بعد. مرحله خب تایید رو میزنیم. میایم توی ماز بهش میگیم که وقتی که این مرحله بعد رو دریافت کردی شکل این عوض شه. خب چه حالتهایی داره؟ یه حالت اینو داره. خب میخوایم یه حالت دیگه براش پیدا کنیم. اومدم اینجا سرچ کردم ماز PNG اسکرش. این خیلی خوبه، حالتهای مختلفی هم داره. سیوش میکنم، سرمش اینجا. این یکی هم سیو میکنم برای بعدیش. اینم میبندم. میام اینجا میگم آپلودش کن ماز 1 رو و دو حالت دوش. میام اینجا میگم که به مرحله بعد که رفتی اندازش 100%، تغییر حالت به ماز 1 و یا اصلا به ماز 1 هم نخواستیم میتونیم بگیم به حالت بعدی. اینو بکشین اینجا را رها کنید، حالت بعدی رو بیارید، خود به خود میره به حالت بعد.
و فعلا ببینیم چی شد. روی حالت 1 باید باشه دیگه. خب اگر این روی این بره یه بار دیگه من این رو ریست کنم ببینیم چی میشه. بیاد پایین. خب میبینیم که تغییر نکرد. چرا تغییر نکرد؟ میایم برمیگردیم توی کد. این چیز نداره، نمیدونم تو چه حالتی باید این کارو کنم. خب میایم اینجا دقت کنید به این موارد ریز، چون همین چیزا باعث میشه که کدتون خراب شه. بسیار خب. میبینید که انجام شد. خب بعد چند تا کار دیگه هم بکنیم. اول اینکه این چرا ابعادش 10، اندازه رو 100 گرفتیم. همون 190 بزنیم ببینیم چی میشه. اینجوری خوبه. دو حالت 2 چی؟ خیلی بزرگ شد. حالت 2 اگه 100 بذاریم خوبه. میبینید چون که اینجا چیز شد دوبار پرید از روش. حالت بعدی دیگه نیاز نیست. یا حالت بعدی یا این. خب ببینیم که چی شد. اینجا یه بار دیگه امتحان میکنیم. بسیار. جای این گربه هم باید درست شه دیگه. باید بهش بگیم که وقتی اینو فرستادی خودت به سیب خوردی، خودت برو به 0. 0 که نمیشه. کجا؟ اینجا میخوایم باشه. منهای 172 و این میشه 13 و منهای 170. حالا خوبه دیگه. این هم باید جا به جا شه و بذاریمش اینجا که میشه منهای 14 و 176. خب بگیم که وقتی مرحله بعد اومد برو به منهای 14 و 176. بسیار. الان امتحان کنیم ببینیم. یک کد تقلب هم باید براش درست کنم که
تو اینجور وقتا بتونم استفاده کنم ازش، از روی دیوارا رد شه. خب اینو در ادامه کد تقلب رو هم با هم براش ایجاد میکنیم، ببینیم چجوری میشه. خب بازیشم باحاله. خب دوباره قبلی اومد. قبلی خیلی هم جذاب نیست، بذارید این دوتا رو بذاریم جاش. بریم اینجا یه دونه دیگه اضافه کنم. اینو اصلا حذف کنیم ببینیم چی میشه. پلی میکنم. آها خیلی بزرگش کرد چون ما یک کد گذاشته بودیم براش، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یک کد گذاشته بودیم که ابعادش رو تغییر بده. میام اینجا اینو میکنم 100. بسیار خوب. حالا یه تست هم میکنیم. گربمونو واضح تر ببینیم. الان شکلش گربه است، هر شکلی که دوست داشتید میتونید درش ایجاد کنید دیگه. اول صدای گربه پخش، بعد این چیزا بیاد باحال‌تره به نظرم. چرا اینجا انداختش؟ توی مرحله بعد فکر کنم خودمون گفتیم بهش دیگه. کجا باید بره؟ اینجا. 15 و 170 و 15 و 170 منهای 173. خیلی خوب. تقلب بکنیم. آها اومد سرش. صدا میو هم اول میخوام پخشه. یه بار دیگه برمیش بالا. آها خوب شد. خیلی خوب. اینو تا اینجا بسازید. یک کد تقلب هم میخوایم بهش اضافه کنیم که مثلا اگر اچو زد بره بالا، ولی مثلا W رو اگه زد بره بالا ولی از دیوارا رد شه. بذارید همین الان قبل از اینکه تمرین رو بخواین انجام بدیم این کار رو با هم بکنیم. یک کپی از بالا میگیرم میارمش اینجا، میگم وقتی که W رو زد W رو پیدا میکنیم اینجاست، بره بالا دیگه. اگر به ماز خورد رو حذف میکنیم، مهم نیست به ماز بخوره یا نخوره. خب یه تست میکنیم چرا اینجوری میشه. این کد اینجا رو من باید پیدا کنم که کجا بهش گفتیم واسه اندازه 150 بیاد. واقعا نمیدونم. خب W رو میزنیم ببینم که چه مشکلی داشت. آها خب رفقا
مشکلی که وجود داشت این بود که کیبوردمون فارسی بود، بعد انگلیسیش میکردیم. الان که بیو بزنیم میبینید که یا W رو انتخاب میکنیم، W رو میگیرم و از روی خطوط رد میشه، از روی دیوارها. بسیار خوب. به این چیزای ریز باید توجه کنید که این مشکلات پیش نیاد. الان من باز با W میتونم از روی دیوارها رد شم. بسیار هم عالی. یک کلید چیت هم براش ساختیم بتونن تقلب کنن. خیلی خوب. اینو بسازید رفقا تا بریم سراغ موارد بعدی.